خبر درگذشت نابهنگام آقای فرامرز اصلانی در اولین روز از بهار سال 1403 بسیار همه رو شوک زده و ناراحت کرد و شوک بزرگی به دنیای موسیقی ایران وارد شد و تمام مردم و هنرمندان از این اتفاق ناگوار متأثر شدند که بسیاری از هنرمندان به این اتفاق واکنش نشان دادند که در ادامه به این موضوع می‌پردازیم. فرامرز اصلانی خواننده سرشناس مدت کوتاهی پس از اعلام عمومی ابتلا به سرطان درگذشت. خبر درگذشت این هنرمند را همسر ایشان از طریق صفحه اینستاگرام او نشر داده است. آنگونه که در صفحه اینستاگرام آقای اصلانی اطلاع رسانی شده، در شامگاه روز اول فروردین 1403 20 مارس 2024 میلادی سرطانی جانسوز فرامرز اصلانی، شاعر، خواننده، آهنگساز، روزنامه‌نگار و یک انسان خوب را همراه با نسیم نوروزی با بدرودی همیشگی با خود برد، در حالی که دستانش در دستان عزیزانش بود. واکنش هنرمندان داخل ایران به خبر فوت آقای فرامرز اصلانی. یه دیواره یه دیواره یه دیواره یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن. گرشا رضایی در پست اینستاگرام خود ویدیویی از اجرای آهنگ یک دیواره که در آن گیتار میزند و میخواند منتشر کرد و نوشت: چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. برای فرامرز اصلانی که چون پدر برای من عزیز بود. و همینطور در استوری اینستاگرام خود مکالمه و چت‌های خود را در دایره اینستاگرام خود با آقای فرامرز اصلانی منتشر کرد و این گونه نوشت که از روزی که مادرم رو از دست دادم دائما حال منو میپرسید. از دور مراقب من بود، منو دلداری میداد، مثل یک پدر کنار من بود و حالا در همان ابتدای فروردین که مادرم رو از دست دادم شما رو هم از دست دادم. به امید دیدارتون آقا. و در یک استوری دیگه هم عکسی از آقای فرامرز اصلانی منتشر کردن و نوشتن: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. همه چیز برای من با شما شروع شد. شما قهرمان همه کودکی و نوجوانی من هستید. بدرود آقا. بابک جهانبخش هم در استوری اینستاگرام خود عکسی از فرامرز اصلانی منتشر کرد و نوشت: اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر. محسن یگانه در صفحه اینستاگرام خود عکسی از آقای فرامرز اصلانی منتشر کرد و نوشت: پرستوی تنم بیاشیان است. حامد همایون در صفحه اینستاگرام خود استوری منتشر کرد عکسی از آقای فرامرز اصلانی و نوشت: خداحافظ عالی جناب. احسان علیخانی هم در صفحه اینستاگرام خود استوری منتشر کرد ویدیویی از ترانه معروف آقای فرامرز اصلانی و نوشت: صدایی که نسل ما فراموش نمی کند. روحش شاد. امیر جعفری در صفحه اینستاگرام خود استوری منتشر کرد و نوشت: یاد و صدای پرطنین از عشقتان مانا که ترانه های شما و وطن ترانه های جاودانگی است. حامد بهداد هم به این خبر واکنش نشان داد و با تصویری از فرامرز اصلانی در استوری اینستاگرام خود نوشت: ترانه هایش را با صوت بلند پخش کنید. پنجره ها را بگشایید تا صدا و ترانه های خوبش در این فصل بهار بر سر روی همه این شهر بریزد. پیمان معادی و بهرام افشاری هم با گذاشتن قلب سیاه در استوری اینستاگرام خود پست آخر
آقای فرامرز اصلانی که مربوط به خبر اعلام فوت ایشان بود رو استوری کردم. بهار رهنما هم به این خبر در استوری اینستاگرام خود با گذاشتن عکسی از فرامرز اصلانی واکنش نشان داد و نوشت: زمانه و نیرو به قول خودتان یکسان نمیماند، اما باز به قول خودتان شما پژواکی هستید که پایان نمیپذیرید. پروازتان بلند بادا. تسلیت به مرجان عزیز، دوستدارانتان در داخل و خارج کشور و عالم موسیقی و ترانه. همیشه از بچگی در عالم هنر شما برای من یک نمونه، یک هنرمند خیلی کامل و جذاب بودین و هستید و اینو همه عزیزانم میدونن. مثال مرد موفق، جنتلمن و در این حال هنرمند و اهل خانواده که واقعا کمیابه. گوهر خیراندیشم در صفحه اینستاگرام خود در استوری با تصویری از فرامرز اصلانی نوشت: نه باور نمی کنم. ساره بیات هم با انتشار تصویری از فرامرز اصلانی در استوری پیج اینستاگرام خود نوشت: بدرود. داریوش فرزیایی معروف به عمو پورنگ هم در استوری اینستاگرام خود خبر درگذشت آقای فرامرز اصلانی رو منتشر کرد. حمید هیراد هم تصویری از آقای فرامرز اصلانی رو در استوری اینستاگرام خود منتشر کرد. مجید خراتا هم در استوری اینستاگرام خود نوشت: خداحافظ اسطوره، هر کی گیتار میزنه این آهنگ رو اجرا کرده. فرامرز اصلانی رفت به سوی اون دیاری که کسی رو تنها نمیذاره. کسی چه میداند، شاید در دیاری دیگر همدیگر را دیدیم، اما این بار مهربانتر. علیرضا خمسه هم در استوری اینستاگرام خود با تصویری از آقای فرامرز اصلانی نوشت: فرامرز اصلانی به آسمان کوچ کرد. مرگ می آید و تدبیری نیست. صدایی که آسمانی شد. مرجان گلچین هم با انتشار ویدیوی معروفی از آقای فرامرز اصلانی در استوری اینستاگرام خود نوشت: متاسفم، صدای زیبایی که هرگز تکرار نخواهد شد خاموش شد. جایتان بهشت. آرش زلیپور هم در واکنش به خبر درگذشت فرامرز اصلانی 3 استوری در اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت: هیچ وقت فکر نمی کردیم او خودش بی خبر از پیشمان برود و تنهایمان بگذارد. او رفت و ترک آغوشمان کرد. رفت، اما همچنان با صدایش دردمان دوا می شود و یار یکدیگر می شویم. بدرود خالق عاشقانه های نسل ما. افسانه بایگان هم به خبر درگذشت فرامرز اصلانی واکنش نشان داد و با تصویری از آقای فرامرز اصلانی در استوری اینستاگرام خود نوشت: به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را. نعیم نظام دوست هم با انتشار ویدیویی از فرامرز اصلانی به اسم دستم رو بگیر به این خبر واکنش نشان داد و نوشت: این آهنگ یکی از بهترین و جذابترین آهنگ‌هایی بود که شنیدم و بارها باهاش گریه کردم و حیف که از دست دادیم شما عزیز و بزرگوار و آقای اصلانی جذاب و دوست داشتنی. امین بانی هم در استوری اینستاگرام خود تصویری از فرامرز اصلانی رو منتشر کرد و نوشت: مثل شخص هنرمند به شمعی ماند که شب و روز برای دگران می سوزد. بزم عالم شده روشن ز هنرمند، ولی در چراغ تن او روغن جان می سوزد.